شب 16 ایول سال 2023 تخمینا ساعت 22:40 رحیموف صدرالدین سال تولدش 1987 ساکن نویه بلخی در حالت مستی با دوچرخه تمغه اسکوتر که پسرش رحیموف ایمن سال تولدش 2016 همراهش بود از سمت نویه جیهون به سمت نویه بلخی حرکت نموده از اوده دوره دوچرخه نبر اومده به تراکتور تمغه تچل تحت اداره موسویف غیرت شو سال تولدش 1960 ساکن نویه مذکور برخورده است. در نتیجه راننده اسکوتر رحیموف با گرفتن جراحت‌های گوناگون جسمانی در بیمارخانه به هلاکت رسید. 17 ایول سال 2023 تخمین ساعت 15:35 راننده افتا تمغه مرسدس بنز اولموف رمضان سال تولدش 1998 ساکن نویه شهرتوز هنگام حرکت از سمت جماعت شهرتوز به سمت جماعت دیوت صدرالدین و فنویه مذکور از اوده دوره وسطای نقلیات نبر آمده به سمت مقابل راه بر آمده در کنار چپ راه افتاماشین را چپ کرده است. در نتیجه راننده اولموف و مسافر داخل آن یورماتوف بختیار سال تولدش 1987 ساکن همین نویه جراحت‌های گوناگون جسمانی برداشته هنگام به بیمارخانه انتقال دادند به هلاکت رسیدند. از روی این حادثه و تحقیقات ادامه دارد. به شعبه وزارت کارهای داخله در نویه خوولینگ عریضه زن 39 ساله ساکن نویه رودکی وارد گردیده است که ماه ایون سال 2023 تخمینا ساعت 19:00 شخصان نامعلوم با راه پنهانی از نزد آغلخانه موقتیش 3 سر چاروای معده شاخدار را دزدیده از جای حادثه غیب زدند. ضرر رسانده شده 8000 سامانی را تشکیل می‌دهد. هنگام گذراندن چهاربینی اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا جوان 21 ساله ساکن نویه خوولینگ با گمان صادر نمودن جنایت دزدی دستگیر کرده شد. اینچنین به شعبه وزارت کارهای داخله در نویه نورآباد با عریضه مرد 38 ساله ساکن نویه خراسان مراجعت نموده است که 3 ایول سال 2023 تخمینا ساعت 20:00 هنگام در داخل باغ فرنگی کوچه سامانه شهرک در بند نویه نورآباد قرار داشتنش شخص نامعلوم با راه پنهانی از جیبش یک عدد تلفن موبیل تمغه ردمی و 1500 سامانه‌اش را تصرف نموده از جای حادثه غیب زدند. ضرر رسانده شده 3000 سامانی را تشکیل می‌دهد. هنگام گذراندن چهاربینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا جوان 19 ساله ساکن نویه مذکور با گمان صادر نمودن جنایت دزدی دستگیر کرده شد.